جمهوری اسلامی ایران با وجود همه رنج‌ها و خسارت‌هایی که در جنگ تحمیلی اخیر متحمل شد، بر یک قاعده اساسی اصرار دارد و آن ترجیح منطق بر زور و ترجیح مقاومت بر تسلیم است. تجربه نشان داد که دیپلماسی زمانی پایدار و مؤثر خواهد بود که بر پایه احترام، برابری و به رسمیت شناختن حاکمیت کشورها استوار و مستحضر به پشتیبانی مردم باشد. تفاهم اسلام آباد نیز نه نتیجه فشار و اجبار، بلکه حاصل مقاومت و اقتدار ملت شجاع ایران بود. تفاهمی که نشان داد گفتگو زمانی به نتیجه میرسد که طرف مقابل از تحمیل اراده خود بر یک ملت متمدن صرف نظر کرده و حقوق ما را بپذیرد. به همین جهت یادداشت تفاهم اسلام آباد تبدیل به اعلامیه شکست آمریکا شد.